در شهر شرقی دونتسک اوکراین بعد اشغال بناهای معموری طرفداران روسیه گردهمایی تشکیل کردند. اعتراضگران میگویند که نمیخواهند در زیر حکم رهبران رو به غرب اوکراین زندگی کنند. آنها منطقه خود را جمهوری مردمی دونتسک نام گذاشتند. حکومت اوکراین گردآمدگان را جدایخواه و جنایتکار نامیده هشدار داده است که آنها را تعقیب خواهد کرد. در کابل بنیاد انتخابات عادلانه افغانستان ابراز داشت که 11,000 شکایت از تقلب و خلافکاری در انتخابات پرزیدنتی 5 اپریل دسترس نموده است. این سازمان خود را نهادی بی‌طرف توصیف نموده تاکید بر آن دارد که نتیجه تحقیقش را به کمیسیون مستقل ارزیابی شکایت‌ها از انتخابات افغانستان تقدیم خواهد کرد. کمیسیون ارزیابی شکایت‌ها میگوید که تا حال تقریباً 3,000 شکایت دریافت نموده است و احتمالاً در بعضی جایها واقعاً فساد جای داشته است. در قرقیزستان یک عده هواداران نیروهای امنیتی این کشور در شهر بیشکک تظاهرات تشکیل کردند. بعضی اعضای گروه تعیینات مخصوص با نام الفا در ارتباط با کشتار اعتراضگران آسایشته مخالف پرزیدنت این کشور قرمانبک باقیف در ماه اپریل سال 2010 مورد محاکمه در دادگاه قرار گرفتند. به قول جمع آمدگان تفتیش خیلی طول کشیده است و حقوق افسران متهم با کشتار پایمال می شود. در ارمنستان از حکومت تقاضا شده است به قرار دادگاه کانستیتوسیونی این کشور که اصلاحات نظام نفقه ارمنستان را مخالف قانون ارزیابی کرده است احترام نشان دهد. نمایندگان وزارت مالیه با فعالان جمع آمده که کوچه های گرد و اطراف پایتخت ارمنستان را احاطه کرده بود واخوردند. مخالفین اصلاحات اظهار می نمایند که پیشنهاد حکومت درباره افزایش پرداخت حق نفقه گرو نمی دهد که کارگران سر پیری نفقه مناسب دریافت می نمایند. در شهر شمال و غربی پیشور پاکستان صدها خادم دولتی کارشکنی کردند. آنها طلب دارند که حکومت برنامه خصوصی گردانی خدمات دولتی را متوقف نموده معاش آنها را بلند بردارد. کارشکنان میگویند اگر حکومت به آنها پاسخ مثبت ندهد این دفعه کارشکنی طولانی‌تر تشکیل خواهند کرد.